السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. روز موسی علیه السلام بر بنی اسرائیل خطبه می کرد. از بین آنها شخص بلند شد، پرسید: ای پیامبر خدا، در این دنیا کسی هست که علمش از علم تو زیاد باشد؟ موسی علیه السلام در جواب گفت: نه. یعنی مقصد موسی علیه السلام این بود که او پیامبر خداست و آنچه را او از جانب الله متعال میداند شخص عادی نمیداند. پس از جانب الله متعال وحی شد: ای موسی، بنده ای دارم که او از تو هم عالم تر است و تو او را نمیشناسی، یعنی خضر علیه السلام. پس موسی علیه السلام مشتاق دیدار خضر علیه السلام شد و از الله متعال طلب کرد که آن بنده اش را ببیند تا که از او طلب علم کند. در مسئله این مرتبه باشد موسی علیه السلام از خضر علیه السلام بلند است، ولی در مسئله علم خضر علیه السلام از موسی علیه السلام عالم تر است. پس الله متعال فرمود: ای موسی، آن بنده در منطقه‌ای که تو زندگی میکنی نیست، بلکه او را در جایی میتوانی ببینی که جای ملاقات دو بحر، یعنی در منطقه‌ای که دو بحر یک جا می شود، در همان جا بنده ام را میبینی. پس برو به نزدش. موسی علیه السلام گفت: پروردگارا، چطور او را بشناسم؟ الله متعال فرمود: ماهی با خود بگیر و سفر کن و در جایی که ماهی زنده شد در همان جا خضر را میبینی. پس موسی علیه السلام یعنی علامت را فهمید، علامت واخوردن با خضر علیه السلام، و با خود شاگرد خود را گرفت برای که همسفرش شود، یعنی یوشع ابن نون علیه السلام را، و سفر کردند در جایی که دو بحر یک جا می شد، در همان جا رسیدند و خواستند کمی استراحت کنند. موسی علیه السلام خواب رفت، ولی یوشع ابن نون خواب نرفت، بیدار بود. ناگهان ماهی زنده شد، در حرکت درآمد و از دست یوشع ابن نون برآمد و به آب درآمد. یوشع ابن نون علیه السلام موسی علیه السلام را بیدار نکرد و وقتی موسی علیه السلام بیدار شد، اکنون یوشع ابن نون فراموش کرده بود و ماجرا را به موسی نگفت. موسی علیه السلام و یوشع ابن نون علیه السلام سفر را دوام دادند. در جای رسیدن گرسنه شدند. موسی علیه السلام گفت: ماهی را بیار تا بخوریم. در همان وقت یوشع علیه السلام به یادش آمد که ماهی زنده شده بود و به آب رفت. به موسی علیه السلام گفت: در جایی که استراحت کردیم در همان جا ماهی زنده شده بود و از دست من رفت. یعنی نزد سنگ استراحت میکردیم، وقتی استراحت ماهی زنده شد و از دست من رفت و من فراموش کردم تو را خبر بدهم. موسی علیه السلام سرزنش نکرد یوشع را، فقط همین قدر گفت: همین علامت است، یعنی همین علامت را من انتظار بودم، برمیگردیم. و برگشتن به همان جایی که ماهی زنده شده بود.
ولی جای کمی تغییر یافته بود. یعنی در همانجا خضر علیه السلام نشسته بود. هر کجایی که خضر علیه السلام سفر میکرد سبز میشد. برای همین خضر یا اینکه خضر نامیدن. خضر از کلمه اخضر سبز. نام اصلی خضر علیه السلام دیگر است. علما یعنی اختلاف دارند در نام اصلیش. نام اصلیش خضر نیست. مثل که نام ادریس علیه السلام نام اصلیش نیست، نام خضر علیه السلام هم نام اصلیش نیست. نامهای آنها دیگر بود. الله متعال آنها را به این نامها نامیده است. موسی علیه السلام به نزد خضر علیه السلام رسید. او را در حالت استراحت یافت و او سلام داد. خضر علیه السلام هم جواب داد و گفت سلام در کجاست وقتی همه زمین را کفر و فساد در بر گرفته است؟ پرسید تو کی هستی؟ موسی علیه السلام گفت من موسی هستم. خضر علیه السلام گفت موسی بنی اسرائیل؟ پس موسی علیه السلام در تعجب ماند که در مورد او هم میداند. موسی علیه السلام گفت آیا به من اجازت میدهی همسفرت باشم تا که از تو بیاموزم از آن علمی که الله متعال برایت عطا کرده است؟ خضر علیه السلام گفت تو با من صبر کردن نمیتوانی. اگر با من سفر کنی در کارهایی که من میکنم تو صبر کردن نمیتوانی. موسی علیه السلام گفت انشاءالله من را از جمله صابران میابی و هرگز به امری که میکنی عصیان نخواهم کرد. یعنی تو را اطاعت میکنم. پس خضر علیه السلام شرط گذاشت که اگر همسفری من شوی با شرط های من راضی میشوی. گفت اگر در وقت سفر از من کاری را ببینی هیچ چیزی نمیپرسی و هیچ سخنی نمیکنی، فقط نظر میکنی و اهمیت میدی تا وقتی که خودم برایت اجازت ندهم یا اینکه کار خودم را برایت شرح ندهم. موسی علیه السلام راضی شد و در همین جا پیش از سفر موسی علیه السلام شاگرد خود را یعنی یوشع ابن نون را جواب داد. یعنی با او گفت به نزد قومت برگرد. یعنی تا همین جا کافی است. اکنون موسی و خضر علیهم السلام شروع کردند و سفر کردند. به نزد ساحل بحر رسیدند. در انتظار کشتی بودند تا که به دیگر طرف بحر بروند. کشتی رسید. مردم خضر علیه السلام را می شناختند، احترامش می کردند و هر دو را به کشتی گرفتند و در قبال از آنها هیچ چیزی نگرفتند. سفر کردند. موسی و خضر علیه السلام پرنده را دیدند که از بحر آب می نوشید. یک قطره پرنده چقدر آب می گیرد؟ خضر علیه السلام پرسید دیدی آن پرنده چی کرد؟ چی گرفت؟ چی قدر گرفت؟ موسی علیه السلام خاموش بود. پس جواب داد علم من و تو مثل گرفتن آن پرنده است که چی قدر آن پرنده از بحر آب گرفت. علم من و تو انا همین قدر است در نزد الله متعال. یعنی اگر بحر علم باشد ما انا همان قدر علم داریم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. الله متعال میفرماید به بنده ها به انسان ها به شما جز علم اندکی داده نشده است. و حرکت کردند. در سفر بودند. موسی علیه السلام هر حرکت خضر علیه السلام را اهمیت میداد. ناگهان خضر علیه السلام تبری را گرفت و به یک طرف کشتی رفت و شروع به زدن کرد. کشتی را سوراخ میکرد با تبر. موسی علیه السلام دیگر صبر نکرد. در تعجب ماند. گفت ای خضر چه کار میکنی؟ میخواهی همه را غرق کنی؟
خضر علیه السلام گفت آیا نگفتم تو صبر نمی کنی؟ تو صبر کردن نمی توانی؟ موسی علیه السلام گفت من فراموش کرده بودم که باید، یعنی من فراموش کرده بودم که تو را سوال نکنم. من را ببخش، دیگر تکرار نمی شود، دیگر نمی پرسم. خب کشتی به خشکی رسید. از کشتی پیاده شدند و حرکت میکردند در ساحل بحر. یک چند کودکی را دیدند که یک جای بازی میکنند، میدوند به هر طرف. خضر علیه السلام از بین همان کودکان یک کودک را گرفت و کشت. موسی علیه السلام غضبناک شد، گفت چرا کودک بیگناه را کشتی؟ خضر علیه السلام گفت من نگفته بودم که تو صبر کرده نمیتوانی. موسی علیه السلام در جواب گفت اگر باری دیگر سوال کردم دیگر من را همسفر نگیر. و سفر کردم. اکنون بسیار گرسنه شده بودند. به دیهاتی رسیدند. هر دری را که میکوبیدند که آنها را مهمانی کنند هیچ کسی قبول نمیکرد. اهل دیهات بسیار بخیل بودند. هیچ کسی خضر و موسی علیه السلام را خوراک نداد، مهمانی نکرد. پس در جای نشستند. ناگهان خضر علیه السلام دید یک دیواری را که قریب بود می افتید. خضر گفت من را یاری کن تا که دیوار را بنا کنم. بعد از اینکه کار را تمام کردند موسی علیه السلام گفت علی الاقل برای کاری که کردیم از اهل دیهات مزدی بپرس تا که با آن چیزی بخوریم، گرسنه شده ایم. آنها ما را مهمان نوازی نکردند و تو باشی دیواری آنها را بنا کردی. خضر علیه السلام گفت اینجا هر دوی ما جدا میشیم. یعنی این سوم بار است که تو صبر نمی کنی و یعنی سوال میکنی. من اکنون تو را آگاه میکنم با آن کارهایی که کردم. تو را یعنی آگاه میکنم و میگویم که برای چی کردم. با کارهایی که من کردم و تو صبر نکردی اکنون من تو را میفهمانم. کشتی را در یاد داری؟ کشتی که سوراخ کردم. در طرف دیگری بحر یک پادشاه ظالمی بود و هر کشتی که بی‌عیب بود او را با طریق ظلم می‌گرفت. برای همین من کشتی را سوراخ کردم. وقتی کشتی سوراخ شد عیب دارد. برای همین پادشاه آن کشتی را نگرفت. و این رحمت الله متعال بود به اهل همان کشتی که یعنی مردم بیچاره بودند. صاحب همان کشتی مردم بیچاره بودند. برای همین رحمت الله بود بر آنها که کشتی را از دستشان پادشاه نگرفت. و کودک را کشتند. کودک پدر و مادری مؤمن داشتند. اگر کودک را نمی کشتند بزرگ می شد و کافر و فاجر می شد. پدر و مادر خود را عذاب می داد. آنها را کافر می کرد مثل خود. برای همین کودک را کشتم. کودک در سن بسیار هم نابالغ و خردی بیگناه رفت و پدر و مادرش نجات یافتند. یعنی هم پدر و مادر نجات یافتند هم کودک نجات یافت. و دیواری که از نو بنا کردیم، قصه این دیوار چیست؟ این دیوار خانه مرد صالحی بود و 2 فرزند داشت. وقتی مرگش نزدیک شد یعنی با خود کمی از پولها داشت، از طلا داشت، ولی فرزندانش خرد بودند. اگر همون پولها را در دست فرزنداش میداد
اهل دیهات از دست فرزندانش میگرفتند پولها را. برای همین پولها را در تگ دیوار پنهان کرد تا که وقتی فرزندانش بزرگ میشوند و میخواهند خانه را از نو بنا کنند، وقتی دیوار را یعنی ویران میکنند، همون پولها را مییابند وقتی بزرگ میشوند. برای همین دیوار را ما بنا کردیم. یعنی این هم رحمت الله متعال بود برای همون دو یتیم که پدرشان مرد صالح بود. وقتی پدرشان مرد صالح بود، خاطر پدرشان، خاطر پرهیزگار بودن پدرشان، الله متعال بر آنها، بر دو فرزندی همون مرد صالح رحم کرد و خضر و موسی علیه السلام را به نزد همان دیوار آورد. از من فکر کنید که چقدر مرد صالح بود که دیوار همان مرد صالح را دو پیغمبر بزرگ بنا کردند. با دستان خود دو پیغمبر بزرگ بنا کردند. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.